ولهم عذاب أليم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قبل از همه چیز و بعد از حمد و ثنای الله این عید سعید قربان را بر حاضرین در عیدگاه و تمام مسلمین جهان تبریک عرض می‌کنم. در این دو روایتی که الفاظ اوائل آنها من خدمت شما خواندم که هر دو در اوائل یک چیز را میگویند، اما سه چیزی که در حدیث ابوذر آمده با سه چیزی که در حدیث ابو هریره آمده فرق می‌کند. اما ابتدای سخن هر دو یک چیز را میگویند. ابوذر می‌فرماید و همچنین ابو هریره که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند سه نفرند که الله مهربان در روز قیامت با آنها سخن لطف و مرحمت نمی‌گوید، نظر لطف به آنها نمی‌اندازد و آنها را از اون جرم و گناهی که کردند تا سزای اون عمل را نبینند پاک می‌کردند و برای آنها بنای بر این که این گناهان را انجام دادند عذاب بسیار دردناک. ببینید چند چیز در اینجا برای مرتکبین این اعمال ذکر شده. اولا الله با آنها سخن نمیگوید، یعنی سخن نرمی، سخن مهر و محبت، سخن دوستی نمیگوید. اگر سخن هم بگوید با پرخاش، با غضب، با ناراحتی، با ابراز بیزاری با اون سخنها گفت. دیگر اینکه الله مهربان به این فرد نگاه نمی‌کند، مورد لطف دید خودش قرار نمی‌دهد، توجه بهش نمی‌کند. دیگر اینکه اون را از این گناهی که خودش در دنیا انجام داده، از این عمل زشتی که خودش مرتکب شده، از این خطا و خلاف شرعی که خودش انجام داده، او را پاک نمی‌کند و می‌گذارد تا آتش جهنم او را پاک کند. دیگر اینکه برای چنین فردی عذاب بسیار دردناک و عذاب دردناک جهنم را اگر می‌خواهید متوجه شوید و بدانید که چقدر هست، پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید ادناترین عذاب قیامت، یعنی کمترین عذابی که به یک جهنمی داده می‌شود این است که در کف پایش دو اخگر آتشین گذاشته می‌شود، مغز سر او می‌شود. این کمترین. اما در اینجا عذاب علیمه، عذاب بسیار دردناک به این افراد که چنین اعمالی را مرتکب می‌شوند داده می‌شود. اون سه حکمی که تو حدیث ابو هریره آمده با اون ستایی که تو حدیث ابوذر آمده فرق میکنه، اما سزای همه اینه، یعنی سزای این هر شش گناه همین است که الله نگاه نمی‌کند، الله سخن نمیگوید، الله مرتکب چنین جرائمی را پاک نمی‌گرداند، الله مرتکب چنین جرائمی را عذاب بسیار دردناک می‌دهد. اون سه گناهی که در حدیث ابوذر آمده و زمانی که رسول الله این حرف را گفتن ابوذر فرمودند خابوا و خسروا من هم یا رسول الله، این نوع افراد با چنین سزاهای زیان و ضرر کردند، اینها چه کسانی اند؟ این ناکام‌ها، این شکست خورده‌ها، این زیان دیده‌ها، این ضرر دیده‌ها چه کسانی اند که چنین عذاب سختی تکلم الله از اونها قطع شود، نگاه الله از اونها بریده شود، پاک نگردند، دچار عذاب بسیار سختی شوند، اینها چه
کسانی هستند. رسول الله فرمودند المنان الذی لا یعطی شیئا الا من. اون اظهار احسان کنی که هیچ وقت به فردی احسان نمی کند مگر اینکه اون احسان را به رخ فرد. اگر روزی بهش تومنی داده، احسانی کرده، نیکی کرده، هر وقت که اون فرد را می بیند یا هر وقت که کار می شود به رخش می کشد، طعنه‌اش می زند که من به تو نیکی را کردم. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. الله می فرماید صدقات و خیرات و نیکی هایی که می کنید اونها را با تکلیف دادن به افراد و به رخ کشیدن به افراد، اظهار احسان کردن به افراد، اونها را اگر فردی به فردی نیکی می کند، اگر شخصی به شخصی احسان می کند، اگر آدمی به آدمی کار نیکی را انجام می دهد، اگر به رخش کشید اظهار کرد که من به تو این نیکی را کردم، دو کار کرده. یک، اون عمل نیکش را باطل کرده. دو، مرتکب این عذاب‌ها می شود در روز قیامت که الله با او سخن نمیگوید، الله به او نگاه نمی کند، الله او را از این گناه پاک نمی کند و الله او را دچار عذاب بسیار دردناک. چیزی که متاسفانه امروز در میان جامعه ما رواج یافته. اگر کوچکترین نیکی کسی به کسی بکنه فوراً برداشت. گناهی دیگر، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، اون کسی که کالای دکانش را، کالایی که داره و میخواهد را بفروشد، با قسم دروغین و با قسم فاجرانه و با قسمی که فریبنده مشتری است او را به مشتری می‌فروشد. قسم میخوره که این جنس را به این قیمت خریده، قسم میخوره که این جنس را بیشتر از این قیمت ازش میخرن، قسم میخوره که این جنس اصلی است و در حالی که نه قیمت آن گونه اصلی قسم خورده و نه جنس اصلی. این فرد با این قسم، یعنی با خوار کردن نام الله، پولی را به جیب زده و جنسی را فروخته. الله مهربان در قیامت با چنین کسی که نام الله را به تومنی فروخت، نام الله را به ریالی فروخت، نام الله را به خاطر فروش جنسش و فریب یک مؤمن این عمل را انجام داد، در قیامت الله باش سخن نمیگوید، الله نظر لطف نمی کند، الله را از این جرم بزرگ پاک نمی کند و الله دچار عذاب بسیار دردناک. نکته دیگر و سومین سخنی که در حدیث ابوذر آمده، والمسبل ازاره، کسی که شلوارش را، کسی که لنگیش را از قوزک پایش پایین تر بکشد. البته این قسمت حدیث مخصوص مردانه، زنان باید پایین تر باشند، اگر بالاتر باشند گناه. از نظر طبی هم این نکته به صحت رسیده که مردانی که شلوارهایشون از این قوزک پا پایین تره دچار سرطان میشن و زنانی که بالاتره دچار سرطان میشن. یعنی همون حکمتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در 1400 و اندی سال پیش مطرح کردند که مردان پاچه ها را از قوزک پا بالاتر کنید و به خانم ها دستور دادند که پایین تر بکنن به خاطر حجاب شرعی. این عمل امروز مده، این عمل امروز رواجه و حتی به مرحله است که این را گناه نمیدانند اشخاص و به مرحله است که اگر کسی چنین کاری را نکنه و پاچه از شلوار، پاچه شلوارش از قوزک پا بالاتر باشه، حتی بعضی تمسخرش میکنه. این حدیث مال صحیح مسلمه و حدیث صحیح.
و درباره این که پاچه از قوزک بالاتر باشه حدیث متواتره و در احادیث میاد که این نشانه کبر. بعضی افراد فکر میکنن که تکبر یعنی این که افراد را حقیر بدونیم. این تکبره، اما یه نوع تکبر دیگر هم داریم که حق را قبول نکردن، حق را زیر پا گذاشتن. رسول الله روزی درباره تکبر فرمودن که متکبرین به بهشت نمیرن. صحابه فرمودن که یا رسول الله، فردی دوست داره کفش زیبا داشته باشه، لباس زیبا داشته باشه، این آیا تکبره؟ رسول الله فرمودن نه، این جماله، ان الله جمیل یحب الجمال. این زیباییه، الله زیبایی را دوست داره. حتی روزی یکی از صحابه که ثروت داشت با لباس نه آنچنانی در حضور پیامبر آمد، رسول الله فرمودن آیا ما نداریم؟ فرمودن که الله به من لطف کرده، انواع و اقسام مالها، گوسفند و شتر و گاو و اینها به من داده. رسول الله فرمودن الله دوست داره آثار نعمتش را بر بنده‌اش ببیند. یعنی اگر کسی تکبر استفاده کنه این تکبر نیست. پیامبر بزرگوار اسلام متوجه شد که این صحابه تکبر را خوب نفهمیده که این سوال را کرده. فرمودن ولکن الکبر بطر الحق و قمت الناس و فی روایت و قمص الناس. تکبر دو چیزه، یک تحقیر مردم، خود را بالاتر کشیدن، خود را بالاتر دانستن، خود را بزرگتر دانستن، و دیگری حق را انکار کردن و حق را پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند لا حق للازار فيما اسفل من الكعبين وما اسفل من الكعبين ففي النار وفي رواه. یعنی شلوار حق نداره از اونجا که پایین. لذا این که بالاتر بکشید، ببینید اهمیت این را در این مسئله توجه. عمر فاروق خلیفه دوم مسلمین ضربه میخواد شهید بشه، آخرین لمحات زندگی را سپری میکنه. جوان وارد میشه برای عیادت. در زمانی که میخواد بیرون میشه میبینه شلوار این و این نوکی این پایینه. صداش میزنه میگه شلوارتو بالا کن. هم لباس تمیزتره هم الله. ببین در چنین لحظه چنین هشداری رو لذا این مسئله را به نفس یابان. اما سه چیزی که در حدیث ابو هریره اومده که شیخ زانن، پیرمردی که در سن پیری مرتکب عمل فحشا و عمل زنا، یا پیرزنی که در دوران پیری چنین کاری را انجام، خود عمل ناشایست زنا آنقدر بده که الله فرموده ولا تقربوا الزنا، نزدیکش نرید، چه جا به مرتکب بودنش. و این عمل آنقدر گناه بزرگی داره که کسی جوانی اگر مرتکب این بشه اسلام تو دنیا شلاقش میزنه و اگر متأهلش بشه میگه حق زندگی تو دنیا نداره، باید با سنگ بزنه تا بره. این عمل بده. بنابراین که اسلام این مسئله سخت میکنه چون عزت‌ها به این بستگی داره، پاکی نسل‌ها به این بستگی داره، آبروها به این بستگی داره. لذا اسلام میخواد این مسئله محفوظ بمونه. نسل بشریت، آبروی انسانیت، جامعه اسلامی از این گنجیده محفوظ بمونه. لذا جا به جا هشدار و گناه‌ها را نکته توجه داشته که به عمر انسان بستگی داره، به نوع حالت انسان بستگی داره، به زمان بستگی داره، به مکان بستگی داره. بعضی گناه‌ها در بعضی از مکان‌ها جرمش بالاتره، بعضی از گناه‌ها در بعضی از دوران عمر جرمش بالاتره. اینجا ببینید در پیری گناه عمل زنا و عمل خلاف جرمش بالاتر از جوانیه، در جوانی هم گناهه اما در پیری بالاتر و جرمش بالاتر. اگر کسی جایگاه خاصی داشته باشه این عمل را انجام بده جرمش فرق میکنه. نکته دومی که پیامبر می‌فرمایند و من کذاب، پادشاهی، رئیس جمهوری، رئیسی، نخست وزیری، امیری، حکومتداری که دروغ، افراد معمولی اگر
دروغی را بگویند اثراتش، ضرباتش، عواقبش کمتر بر ملت. رهبری، رئیس جمهوری، نخست وزیری، رئیسی بزرگی اگر دروغی را بگوید اثراتش بدتره. لذا در قیامت الله مهربان این رئیسی که دروغ گفته ملتش را با دروغ فریب داده، امیری که دروغ گفته رعیتش را با دروغ فریب داده، خدایی که دروغ گفته تحت سلطه‌اش را با دروغ فریب داده، این فرد را الله مهربان با عذاب دردناک، با اینکه بهش نگاه نکند و با اینکه او را از عذابش، از گناهش پاک نکنه تا عذاب ببینه، در قیامت مبتلا. نکته آخر، عائل و مستکبر، فقیر و متکبر. تکبر خودش گناهی کبیره، چون تکبر صفت و کسی خودش را متلبس به صفات الله بکند، الله او را عذاب. تکبر صفتی از صفات الله است. در حدیث میاد که اگر یه ذره کبر در دل باشه، این فرد اول باید بره جهنم، سزایش را ببینه و به بهشت نمیره تا که از این گناه تکبرش آخر. حالا تکبر از یک فقیری که مرحله تکبر را ندارد، جایگاه تکبر را ندارد، این تکبر بکند گناهش 2 برابره، جرمش بیشتره، عذابش سخت. لذا این گناهانی که در این احادیث اومده، این که فرد اگر احسان میکنه به روی کسی بکشه، اگر میخواد کارایش را بفروشه با قسم دروغ بفروشه، یا اینکه شلوارش از پای باشه، یا که در سنین کهنسالی و پیری مرتکب عمل فحشا باشه، یا صاحب اقتداری باشه دروغ بگه، یا فقیر باشه متکبر باشه، اینها از گناهان کبیره است. گناهانی که جز با توبه، جز با استغفار، جز با ترک گناهها هرگز بخشیده نمیشه. و اگر کسی با این اعمال به قیامت رفت، سزایش همینه که الله بهش نگاه نمیکنه، الله بهش سخن نمیگه، الله اون از گناهش پاک نمیکنه و الله با عذاب بسیار دردناک برد. امیدوارم که الله ما را از گناهها بگیره. همونطور که شما مسئله مدارس دینی ما و حوزه‌های دینی ما عموماً بر کمک‌های مردمی، بر اعاناتی که مردم میکنن و کمک‌هایی که مردم به صدقات و خیراتی که مردم میدهند، بر همین می‌کنن. و ما عموماً در ایدها برای حوزه دینی دارالسنت خودتون می‌دونید، طلابشون، اساتیدشون، مدرسه و جایگاهشون همه خودتون می‌دونید و امروز که نماز داریم داخل خود مدرسه می‌خونیم. لذا این ایدها را با کمک جمع می‌کنیم، نه تنها در اید، در غیر اید هم شما باید فکر این مدرسه باشه. ببینید این مدرسه تا زمانی که در چرخش باشه، سودش اولین سودی که برسه به خود ملت. بچه‌ها میان اینجا قرآن میخونن، قرآن یاد میگیرن، شما کمکی میکنید، شما تعاونی میکنید، شما همکاری میکنید، صدقه جاریه برای خودتون. شما خود شما باید کمک این مدرسه باشید، کمک حال این مدرسه باشید. اون درختی را که دکتر احمد رحمت الله علیه کاشتن، باقیشون آبیاری کردن، شما نگذارید بخشکه، شما نگذارید این درخت پژمرده بشه. من یه مثال کوچک بزنم شما تعجب کنید. قیمت یک نوشابه خانوادگی چقدر؟ این مردم کاروان و مردم زرنباد و اطراف اگر هر خانواده‌ای قیمت یک نوشابه خانوادگی در ماهی به مدرسه بده، مدرسه اصلا نیاز نداره جای کمک. ببینید دوستان، ما اگر یک مهمانی داشته باشیم، ما اگر بچه ما از ما بخواد، چقدر ماهانه بهش میدیم؟ این دنیایه، اما آخرت ما رو باید آباد کنیم. فکر نکنید که مدارس همینطوری بدون هیچ این مدرسه خرج داره. تمام مدارس، نه تنها این مدرسه، شما خودتون تصور کنید که خرج خانه خودتون که با 2 نفر 3 نفر یا کم و بیش هستید ماهانه چقدر خرج داره. یک حوزه با 100 تا طلبه یا 120 تا طلبه، 10 تا 12 تا اساتید، آشپز، مخارج،
به جریان برق، جریان آب، جریان حیوانات، جریان کتاب چقدر خرج داره. لذا شما کمک کنید آبادی آخرت انسان. پیامبر بزرگوار اسلام سوال کردن که مال خودش بیشتر دوست داره که مال ورثه‌ش. همه گفتن نه مال خودمون. گفتم مال شما اینه ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزید. مال چیه؟ آنچه که خوردی رفت شیفتی و کنه و صدقه دادی برای آخرت خودت آباد. لذا امروز هم دوستان بلند شن چند نفری برای مدرسه جمع‌آوری کنن و انشاءالله شما در طول سال به فکر مدرسه باشید، به فکر کمک به مدرسه. نکته دیگر این چون عید قربانه جریان بیشتر کس میخواد صدقه به مدرسه بیاره خودش بیاره به مدرسه. اینجا مدرسه فریزر داره جمع‌آوری میکنه و در طول سال به طلبه ها داده میشه. اینم برای شما یک صدقه. جریان قربانی هم شما پوستایتون خراب نبرید، تمیز ببرید، بیارید به مدرسه بذارید. مدرسه اینا رو هم باز میفروشه، صدقه میشه برای خودتون، اینا باز برای قلم دفتری کارهای مدرسه خرج میشه. البته خود صاحب قربانی پوستش نباید اگر قربانیش باشه. روایت میاد در حاکم، مستدرک حاکم که خود امام حاکم این صحیح قرار داده و استاد قربانی تفسیر کرد باطله و قربانیش جایز نیست. لذا شما این پوست قربانی رو درست ببرید، خرابش نکنید، بیارید مدرسه دیگه میفروشه برای امور خیریه انشاءالله بکار. نکته دیگری که دوستان تا این اعانت جمع‌آوری شده عرضی هم امروز ما میخوایم گوسفند بپوشیم. قبل از اینکه این گوسفند ما بر زمین بیفته تقواش هم و قبل از اینکه ما گوسفند ما را بپوشیم یا کینه ما را بغض و عداوت و کینه و دشمنی اگر داریم بریزیم دور. مانند برادر مؤمن در بغل بگیریم همه را. بنده به عنوان یک خادم در این منطقه و به عنوان یک جلبه میگم هر کس درباره من سخنی گفته، غیبتی کرده، حرفی گفته، من به هلش دارم و امیدوارم شما هم بنده را اگر کوتاهی دیدید، اگر تندتیزی دیدید، اگر در بعضی از سخنرانی‌های حرفی گفتن که به مزاج دوستان نخورده، منم از شما معذرت میخوام و امیدوارم که در این روز بنده را هم بخورم. لذا این کینه‌ها را از دل در بیاریم، این کارها را از دل و این بغض‌ها را از دل بریزیم دور تا اینکه انشاءالله همونطور که قربانی ما را الله مهربان میپذیره دیگه انشاءالله دیگه گناهان ما را هم میبخشه. با دل صاف بریم پیش الله که هر کس با دل سالم رفت کنه. سوالی کردن درباره دوستان این مسئله رو کلا درباره عیوبات حیوانات قربانی خدمت شما. بسیار حیوان نباید لاغر، دست پای حیوان نباید اونقدر شکسته باشه که توان راه رفتن کور نباشه، عیب نداره و چشمش عیب نداره، لاغر و مریض نباشه. بقیه اگر شاخ شکسته، دندان شکسته یا این چیزا جزئی اینا هیچ ایرادی نداره. از نظر سنی بهتر اینه که حیوان 2 ساله باشه، یعنی حیوانی که زنده بشه. خب بعضی از علما گوسفند 1 ساله را هم مجاز قرار دادن، اما دیگر عیوباتی که مردم فکر می‌کنن بعضی حیوانات به اصطلاح پرند یا کارند، یعنی اینی بعضی از علماها شده می‌گفتن که باید به چشمش برسه. اینی علمایی است، یعنی تو روایات و احادیث و آیات چنین چیزی چون هر وقت روی حیوان چشم گذاشتیش علم صراحتاً لذا اینا هیچ عیوب نیست. اون چی که عیب اینه حیوان لاغر نباشه، حیوان لنگ نباشه، حیوان دست پا شکسته که توان راه رفتن نداره نباشه، حیوان مریض نباشه. این نوع عیوبات نبود. بقیه دیگه اگر شاخ شکسته است، دندان شکسته است یا سنش کامل دندان نداره، اینا هیچ عیب نیستن و هیچ ایرادی نداره. کسی هم اگر گوسفندی را از کسی قرض کرده قربانی میکنه اینم ایرادی نداره، بعد قرضش میده. البته پیامبر گفته هر کس که توان قربانی داره قربانی نمیکنه فدیه نده، یعنی نماز شرکت نمیکنه. از این حدیث علما میگیرن که قربانی واجبه، یعنی افراد باید قربانی بکنن و قربانی را انجام بدن.
یک چیزی رو نوشتن واقعا چیزی بده که کارگری را زدن پول آن را اصلا این مسئله رو من بگم تمام لطف‌های الله تمام منحنی‌های الله به همراه ضعیف است. انما تنصرون و ترزقون بسوء. پیامبر می‌فرماید شما یاری میشید، شما کمک میشید، شما نصرت میشید با ضعیفانتون از برکت ضعیف. اگر در این مملکت من شنیدم یه بنگالی بنده خدا رو زدن اینجا ممنونی تذکر یا امثال دوستان این بنده های خدایی که مهاجرن اینجا چه افغانی هست، چه بنگالی هست، چه هر جای دیگر چه وطنی هست چه غیر وطنی هست، هر ملک ماست که ملک خدا مسلمان همه دنیا مال اونه چون ملک خدا. لذا حالا هر نظر جغرافیایی هر نظر سیاسی یکی خارجیه یکی وطنیه ما باید همراه و حیاور اون فقرا باشیم نگذارید چنین چیزهایی بشه نگذارید چنین مصیبت‌ها بشه چون اگر چنین مصیبت‌ها بشه الله درهای رحمت رو بر ما می‌بنده. لذا دوستان و بزرگان و بالاخص ریش سفیدان کدخدایان شوراها و علما و بزرگوارها همه با هم همکاری کنند نگذارن چنین اتفاقاتی بیفته یا اگر چنین اتفاقاتی بیفته به نوعی که به مظلوم ظلم نشه و حق مظلوم گرفته بشه همکاری کنند. ببینید قبل از اسلام در مکه یک اتفاق افتاد تو تاریخ مشهور به نام حج الفضول. یه بنده خدایی آمده تو مکه معامله کردیم یکی از بزرگان مکه گفت من پولت نمیدم. افراد جمع شدن تو خانه یکی از اهل مکه رسول الله هم شرکت کرد. حتی در بعض حدیث میاد که اگر من بعد از نماز باشم به چنین جلسه دعوت شدم میرم. جمع شدن با هم پیمان بستن که نگذارن توی مکه به کسی ظلم بشه. حق مظلوم را بگیرن. قبل از اسلام پیامبرم شرکت. شما باید هر جا ظلم میشه تعدی میشه با هم همکاری کنید. حق مظلوم را بگیرید. الله مهربان لطف میکنه مرحمت میکنه. امیدوارم که الله مهربان